ساعت قبل از این که 2 ساعت قبل از این که من از طریق حالا چجوریشم تا حدودی بهتون میگم به عشق ابدی دعوت شدم، اینجا بودم. شد تو اوکی، ما میخوایم کاراتو میکنیم، پاشو بیا اینجا با هزینه خودشون، بلیط، جا، فلان، هزینه همه چی اوکی. فرشاد از اینجا 2 ساعت بعدش عکس پاسپورتشو فرستاد. من نه بازیگر بودم، نه جلو دوربین رفته بودم تا حالا، نه مدلینگ بودم، نه بلاگر بودم، نه اینفلوئنسر این داستانا، اینا اصلا من اصطلاحاتش هم نمیدونم، نه اینا بودم. من یه فرشادی بودم که یه تایمی میرفتم باشگاه، یه استایلی واسه خودم سرهم کرده بودم، بعد یه سری اتفاقات افتاد که مجبور شدم باشگاهم بذارم کنار، درگیر همین کار و این شغل و این داستانا شدم. بعد یهو خدا گفت بسته دیگه، تو دیگه زیادی داری سختی میکشی، بذار یه حالی هم بهت بدم.